شورای اسلامی ناحیه میوتی ولایت هریانه هندوستان که در آن 1200 امام خطیب 110 دهه عضویت دارند اعلام کرد که قبل از برگزاری عقد نیکو داماد و عروس آینده باید از رئیس دهه شهادت نامه بیارند که در خانهشان حاجت خانه و حمام دارند. ما به این خلاصه آمدیم که اگر در منزل زیست عروس دامادی آینده حاجت خانه و حمام نباشد مراسم نکاح برگزار نمی کنیم. از بین 1 میلیارد و 200 میلیون اهالی هندوستان دست کم 175 میلیون پیروی دینی اسلام بوده این کشور سیومین کشوری مسلمان نشین عالم به شمار می رود. سال 2014 هم سازمان ملل متحد گفته بود که بیش از نصف اهالی هندوستان به حاجتخانه دسترسی ندارند و در نتیجه کشور دائما به خطر سرایت وبا، شکمرو، اسهال خونین، هپاتیت، ورجه و دیگر بیماری‌های مضر روبرو می شود. در صحبت با خبرگزاری رویترز یک ساکن ولایت گفت که از این تشبث پشتیبانی می‌کند. داشتن حاجتخانه برای هر منزل ضرور است. میدانید این اقدام میزان جنایت در مقابل زنان را کاهش میدهد. زنان در جستجوی حاجتخانه مسافه زیادی را طی میکنند و مورد تجاوز قرار میگیرند. این گونه حادثه ها زیاد شده اند. حتی سروزیر نریندرا مودی هم پیشنهاد کرده است که هر خانه خلا جای داشته باشد. در بعضی دهات هندوستان زنان مجبورند برای یافتن حاجتخانه مسافه زیادی را طی کنند و اکثرا در این گونه جایها مورد تجاوز و حمله های جنسی قرار می گیرند. تحقیقات بانک جهانی نشان می دهد که کمبود حاجتخانه سالانه به هندوستان تا 50 میلیارد دلار خسارات می آورد. زیرا جوانان بر محل می میرند و وضع خراب بهداشتی مردم زیاد را گرفتار بیماری های سرایتی می کند. سروزیر هندوستان نریندرا مودی بارها از وضع بد بهداشتی کشور تأسف خورده تاکید کرده است که در دوام 5 سال رهبریش برای حل مشکل حاجتخانه تلاش خواهد کرد.